ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز سه‌شنبه هفتم شوال المکرم سال 1445 هجری قمری برابر است با 28 حمل سال 1403 هجری شمسی و مصادف می شود به 16 اپریل سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. استقبال شهروندان هرات از فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر جمع‌آوری تک دیگران. خوشحالی شماری از زعفرانکاران از افزایش قیمت گیاه زعفران در بازارهای داخلی و خارجی و آغاز کار فاز دوم استحکام منار پنجم از سوی بنیاد آقاخان در هرات. مشروع اخبار. شهروندان هرات از فرمان اخیر رهبری امارت اسلامی مبنی بر جمع‌آوری و جلوگیری از تکدیگری استقبال می کنند. به گفته شهروندان این اقدام امارت اسلامی در ایجاد نظم داخل شهری مفید واقع خواهد شد. از سوی هم مسئولان کمیسیون جمع‌آوری و جلوگیری از تکدیگری در هرات تاکید دارند تا بر اساس فرمان صادر شده گداهای واقعی بررسی و شناسایی می شوند. محمد جمعه رضایی گزارش می دهد. استقبال شهروندان هرات از تطبیق فرمان جمع‌آوری و جلوگیری از تکدیگری در کشور. این شهروندان با بیان اینکه اکثر گداها مستحق نبوده و باعث بینظمی می شوند تاکید دارند تا این گداها از سطح شهر جمع‌آوری شوند. دیگه هم تمام ساختی که متعادل گم کرده همین گداگر را از امارت اسلامی می‌خوایم که گم کنه. 100% از استقبال می‌کنم و از خوش هم هستم که همین گداگر از افغانستان گم شده. ما از امارت اسلامی یک تشکر خاص بکنم. خداوند اینا رو خیر، خداوند باز اینا توفیق بده که جلو امی برادران بگیره. اون برادرایی که مستحق اونام معلوم شه که کی مستحق کی نه. بر اساس فرمان اخیر رهبری امارت اسلامی کمیسیون متشکل از 16 اداره دولتی در مرکز و ولایت کشور طرزالعمل جمع‌آوری و جلوگیری از تکدیگری را آغاز نمودند. اداره اینجا داخل است، یعنی عضو هست، یک کمیته هست، 16 اداره که در راس این اداره معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اونا در راس است. باز 15 تا دیگه اداره اینا عضو هست که از جمله اونها یک وزارت کار امور اجتماعی هست، باز در ولایت ریاست کار امور اجتماعی هست. به گفته مسئولان این فرمان دارای 3 فصل و 27 ماده بوده که در اون روی جمع‌آوری و تنظیم امور گداها، فراهم ساختن زمینه ثبت گداهای مستحق حرفه‌ای و سازمان یافته و همچنان همکاری مالی و فراهم ساختن زمینه آموزش فن و حرفه برای گداهای مستحق وضاحت داده شده است. وزارت کار امور اجتماعی در چندین بخش اینجا که مسئولیت از طرف شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله داده شده. یکی در بخش اطفال است که اطفالی که زیر سن باشه، یعنی زیر سن 18 سال باشه، اینا مربوط وزارت کار امور اجتماعی یا ریاست کار امور اجتماعی هست که اونها ثبت میکنه و در مورد مشکلات اونها رسیدگی میکنه و در پرورشگاه های خود حد امکان اینا جذب میکنه. ادارات مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی، سرمیاشت، ارشاد، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، شهدا و معلولین، عدلیه، اقتصاد، معارف، صحت عامه، شاروالی و اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری از جمله ارگان‌های اند که عضویت کمیسیون جمع‌آوری و جلوگیری از تکدیگری را در سطح کشور دارند. شماری از دهقانان در هرات از بلند رفتن قیمت زعفران در کشور استقبال می کنند. به گفته آنان افزایش قیمت این محصول زمینه را به بهبود وضعیت اقتصادی دهقان و گسترش کشت گیاه زعفران در کشور مساعد می سازد. شعیب جلالی در این مورد گزارش می دهد. یکی از مارکت های خرید و فروش زعفران در مرکز شهر هرات. برخی از دهقان و پروسس کنندگان زعفران در اینجا از بلند رفتن قیمت محصول زعفران استقبال کرده و این افزایش قیمت را در امر بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و گسترش ساحه تحت کشت این گیاه مؤثر می دانند. ما الحمدلله خیلی خوشحالیم که از موقعی که امارت اسلامی افغانستان
فعالیت میکنن و دست به کار شدن زعفرانی که به 30,000 25,000 افغانی بود، حالا فعلا به 1,25,000 تا 1,20,000 به بازار افغانستان خرید فروش میشه و تجار عزیز به قیمت خیلی خوبی از دیاقین خریداری میکنن. این افراد از بزرگان امارت اسلامی نیز میخواهند تا در جهت رشد بیشتر کشت محصول زعفران و تشویق دهاقین به ویژه آنان که سرگرم کشت، تولید و پروسس محصول زعفران هستند را همچنان حمایت کنند. برای از اینکه رشد و پیشرفت زعفران باشه، ما از امارت اسلامی تقاضا میکنیم که خود دیاقین محترم، شرکت های محترم همکاری داشته باشم در راستای پروسس زعفران و بسته‌بندی زعفران، البته برای کود و مصارفی که خود زعفران برای زمین داره. افزایش قیمت ها باعث تشویق دیاقین بیشتر شده، یعنی سایه کشت مراتب از سالهای گذشته بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت ها. یعنی افزایش قیمت ها باعث ازی شده که پیاز زعفران هم قیمت های افزایش پیدا کنه و ساحه کشت هم بسیار وسیع شده. با این حال ریاست زراعت هرات نیز از تلاش‌ها در جهت فراهم ساختن زمینه بر رشد بیشتر وضعیت کشت و برداشت محصول زعفران خبر داده میگوید که در حال حاضر در ولایت هرات ساحه در حدود 7500 هکتار اراضی تحت کشت محصول زعفران قرار دارد. تیر کال زعفران په 80,000 تر 15,000 پورې و، اوس 1,25,000 پورې رسیدلی دي. نو الحمدلله دا یو ډیر د خوش خبری خبر دی. نو زموږ دیاقین د زعفرانو ډیر خوشاله دي او نسبت تر اولو کلو خو نو بیخي ډیر زیات دغه کړی دی، په قیمت کې ډیر تغییر راغلی دی. باید یادآور شد که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نیز همواره از تلاش‌های امارت اسلامی در امر فراهم ساختن زمینه به صادرات محصولات و فرآورده‌های مختلف زراعتی در کشور استقبال کرده است. باران‌های شدید طی 2 روز گذشته در کنار اینکه نوید سال خوب را به مردم هرات به ویژه دهقانان داد، مشکلات را نیز به برخی از ساکنان ولسوالی‌های این ولایت به بار آورده است. برخی از باشندگان ولسوالی پشتون زرقون میگویند سرازیر شدن سیلاب برای باشندگان برخی از قریه‌ها آسیب وارد کرده است. ساکنان قریه سلیمی میگویند سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در 2 روز گذشته خانه، باغ و کشتزارهایشان را از بین برده است. طبق گفته‌های ساکنان قریه سلیمی ولسوالی پشتون زرقون هرات، طی 2 روز گذشته دست کم 22 باغ و بیش از 30 جریب زمین زراعتی آنان در پی سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش تخریب شده است. در همین حال آمارهای مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات نیز بیانگر وارد شدن خسارات مالی و جانی طی 3 ماه گذشته است. از سوی هم مسئولان در اداره زراعت هرات با ابراز خرسندی از بارندگی‌های اخیر میگویند هرات در چند قدمی از رهایی خشکسالی است. گفته نیست که در پی باران‌های شدید گزارش‌های نیز از وارد شدن خسارات مالی در دیگر ولسوالی‌های هرات از جمله فرسی، چشم شریف، اوبه، ادرسکن، کشک کهنه و رباطسنگی رسیده است. کار فاز دوم استحکام منار پنجم آغاز گردید. مسئولان بخش انجینری آبدات تاریخی هرات میگویند به خاطر استحکام و ثابت نگه داشتن منار پنجم، فاز دوم کار استحکام را بنیاد آقاخان تحت نظارت انجینران این ریاست آغاز نموده است. ابوذر مظفری، باستانشناس آمریت آبدات تاریخی اطلاعات و فرهنگ میگوید استحکام منار پنجم در فاز اول توسط آهن نگهداری میشد و در مرحله دوم این بنای تاریخی بدون کدام وسیله جانبی استوار خواهد ماند. با این حال محمد داوود صادق مسئول بخش فرهنگی بنیاد آقاخان در هرات می‌افزاید در نخست آغاز پاککاری دیوارهای قدیمی میباشد تا مشخص شود دیوارهای قدیمی در کدام موقعیت بوده و مطابق پلان قرار است در پهلوی دیوارهای اصلی دیوارهای تقویتی نیز ساخته شود تا منار به گونه قدیمی خود استوار بماند. کار استحکام منار پنجم توسط بنیاد آقاخان در هرات جریان داشته و در مقابل زلزله سال گذشته نیز مقاومت نمود که اکنون نیز روند استحکام آن ادامه دارد. 3 تن در پیوند به قتل توسط پلیس ولایت هرات بازداشت شدند. پرسنل آمریت قاچاق انسان مدیریت جنایی قماندانی امنیه هرات طی اقدام کشفی 3 فرد که شامل یک خانم میباشند و چند روز گذشته
یک تن از باشندگان این ولایت را به قتل رسانیده و متواری گردیده بودند از مربوطات این ولایت بازداشت نمودند. همچنان دوسیهشان تکمیل و به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال خواهد گردید. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. چهارشنبه شهر هرات احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. غوریان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. کرخ احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 8 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 12 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. استقبال شهروندان هرات از فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر جمع‌آوری تک دیگران. خوشحالی شماری از زعفرانکاران از افزایش قیمت گیاه زعفران در بازارهای داخلی و خارجی و آغاز کار فاز دوم استحکام منار پنجم از سوی بنیاد آقاخان در هرات. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار. ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.